و به آنها بگوییم ما نسل هستیم که قرنها قربانی شده ایم، حقوق ما ضایع شده است، حقوق ما از بین رفته و پامال شده است، که تا نهادهای حقوق بشر، نهادهای بین المللی نسبت به تاریخ ما و سرنوشت ما آگاه شود. و برخی از دوستان بر این نظرند که سالیاد رهبری شهید نه در زیر سقف‌های بسته بلکه در خیابانها و در اماکن عمومی، در جلوی پارلمانها و مراکز قدرت برگزار شود و ما با زبانهای مختلف و با شعارهای مختلف فریاد خود را بیان کنیم. قتل عام‌هایی که ملت‌ها و ملیت‌ها در کشورهای مختلف متحمل شده است، امروز می‌بینیم که کشوری دیگری می‌آید و همون کشور میراثداران سیاسی آن کشور از مردمی که قربانی شده اند معذرت می‌خواهد. لذا هدف ما آن باشد. ما باید این فریاد را و این شعار را به مرحله برسانیم که تا دیگر جنایت بر ما تحمیل نشود، تا آنهایی که جنایت کردند و خیانت کردند و حقوق ما را پایمال کردند از ما معذرت بخواهد. لذا این کار سنگین است که باز هم به عهده نخبگان فکری و فرهنگی جامعه ماست. بخش سوم سیاستمداران جامعه ماست. به عبارت دیگر اگر کمی شفافتر صحبت کنیم، آنهایی که میراثدار جریان سیاسی رهبری شهید هستند. با یک نگاه انتقادانه می شود گفت فرصت طلبی هایی که بعد از رهبری شهید صورت گرفت، رهبری شهید به عنوان کسی که اولین بار هزارها را در یک سازمان سیاسی ادغام کرد، تمام نیروهای فکری، فرهنگی و مردمی را در جهت واحد سوق داد و از این طریق برای ما تاریخ سازی نمود. اما امروز ما چی میبینیم؟ آیا امروز از وضعیت موجود ما راضی هستیم؟ گسستی که امروز در بین پیروان و همسنگران رهبری شهید قرار داده است و قرار گرفته است، مردم را نیگران و نخبگان فکری را سرگردان کرده است. آیا راهی که اینها در پیش گرفته است راهی است که رهبری شهید آن را آغاز نموده است؟ دو تا پیامی که در آغاز این همایش قرائت شد از نظر محتوا با هم نمیخواند. ما انتظار نداشتیم بعد از 10 سال از مبارزات سیاسی و فرهنگی جامعه ما باز هم چنین تشتت و پراکندگی را در جمع یاران و همسنگران رهبری شهید ببینیم. و اگر هم بر فرض که با نگاه مثبت به آن نگاه کنیم که این حرکت یک حرکت تاکتیکی است و یک حرکت است که متناسب با فضای فعلی و جو فعلی افغانستان است، باز هم جای نقد دارد. ما در افغانستان گروه تعیین کننده نیستیم. ما گروه اجتماعی هستیم که آسیب پذیر هستیم و همیشه در موقعیت واکنش و عکس العمل قرار داریم. نبود یک راهکار و راهبرد مشخص برای آینده افغانستان و به خصوص ملیت‌های محروم در کشور باعث شده است که مردم نگران باشند و نخبگان فکری و فرهنگی سرگردان باشند. بدون اینکه کسی یا کسانی آزرده شود بیاییم به آینده نگاه کنیم. ادبیاتی که معمولا ما
آن را دنبال کرده ایم همیشه ادبیات ماتم و به شکل ما از گذشته خود به شکل عزاداری و نوحه‌خوانی یاد کرده ایم. اما اگر بیاییم با یک نگاه دیگر و انتقادی تر به آینده نگاه کنیم و تنها به این خوشحال نشویم که گهگاه صدای ما در رسانه های بین المللی منعکس می شود و فریادهای ما مطرح می شود و این که ما به جای رسیده ایم. درست است امروز عصر رسانه هاست، عصر گسترش شبکه های تلویزیونی و رادیویی است، اما اینها کافی نیست. ما نیاز به یک راهبرد مشخص، استراتژی مشخص هستیم که اهداف رهبر شهید را دنبال نماید و تعقیب نماید و ما از این مرحله گذشته ایم که این اهداف را و اندیشه ها را به افکار عمومی بدهیم. از این روز که ما از همسنگران رهبر شهید و یاران رهبر شهید گلایه‌مندیم. لذاست که بحث کشانده می شود به این که راهبرد و چاره آینده چیست. ما به عنوان گروه اجتماعی آسیب پذیر در افغانستان بعد از 2-3 سال سرنوشت ما چی می شود؟ ممکن است در قلم و بعض توافقاتی که صورت می گیرد ما یک مقدار در مقامه های دولتی و پست های اجتماعی جا باز کرده ایم، اما هیچ کدام برای ما آینده ندارد و هیچ ثباتی ندارد. از این روز که فرضیه های مطرح می شود، باز هم فرضیه رهبرسازی. رهبر مردم را رهبری می کند و مردم رهبر می سازد. شهید مزاری پتانسیلی بود، توانایی بود و جرثومه‌ای بود و فریادی بود که مردم را رهبری کرد و مردم غرب کابل کسانی بود که شهید مزاری را رهبر ساخت. اگر امروز کسی بیاید از یاران رهبر شهید ادای رهبری را در بین جامعه ما مطرح کند، مسلم است که الگوی رهبری ما رهبری شهید است. صداقت او، درایت او، فهم او، درک او، تدبیر او نشانه های یک رهبر است. رهبری که نخبه سازی می کند، رهبری که زمینه و فرصت را فراهم نمود تا تمام علما در یک مرکز اجتماعی جمع شوند و نخبگان سیاسی و فرهنگی به کارکردهای سیاسی و فکری بپردازند. اما امروز این خلا در جمع یاران رهبری شهید دیده می شود. راهبرد دیگر طرح یک جریان سیاسی است، جریانی که ما گذشته را نقد کنیم و با آینده نگاه کنیم. طبیعی است که در جامعه قبیلوی و جامعه سنتی افغانستان حرکت‌ها توده‌ای است، حرکت‌ها جمعی است و جای برای یک حرکت نوین و حرکت کاملا دموکراتیک وجود ندارد و به فرض این که ملیت‌های محروم دست به یک حرکت نوین و حرکت دموکراتیک بزند، اطرافی که به ارزش‌های دموکراتیک باور ندارد زمینه گفتگو با آن وجود ندارد. لذا با توجه به این که کم کم صحبتم را جمع میکنم، وقتی ما میاییم میزان تاثیرگذاری و بازتاب اندیشه های رهبر شهید را در گروه های مختلف اجتماعی نگاه میکنیم، در افکار عمومی و مابین توده ها، در سطح نخبگان فکری و فرهنگی و همچنین در جمع سیاستمداران جامعه ما، نباید زیاد
به آینده خوشبین باشیم. درست است که حرکت‌های در سطح مردم صورت گرفته است و گام‌های بلند برداشته شده است، اما این کافی نیست برای مجموعه‌ای که همیشه آسیب پذیر بوده است و آسیب پذیر است. لذا جا دارد که با حمایت مردم و با هوشیاری و جرأت نخبگان فکری و فرهنگی راهزنی‌های صورت بگیرد تا راهکار مشخص و تدبیر معینی در این زمینه سنجیده شود. بعد از 2014 افغانستان به افغانها واگذار می شود و ما هستیم و سایر گروه‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان. اگر به افغانستان مسافرت کرده باشید می‌بینید هزارجات امروز تخلیه شده است. خوشسالی‌های پیاپی و انزوای اقتصادی و اجتماعی در اون سرزمین همه نخبگان فکری و همه سرمایه‌داران قومی را به شهرها کشانده است. لذا اکثر توانایی‌های جامعه ما امروز به خارج از کشور قرار دارد. از استرالیا تا کانادا، از فنلند تا ترکیه، از آلمان تا هلند. اینها جزیره های هستند که توانایی جامعه ما را شکل می دهد. شما هستین که نیروهای فکری، فرهنگی، اقتصادی آنها را پشتیبانی می کنید. و این گرد همایی ها و این همایش ها در سراسر دنیاست که هر روز شکوه بیشتر و بازتاب بیشتر در اندیشه های رهبری شهید می دهد. و بیشتر از این مزاحم شما نمی شوم. با تشکر از توجه شما و امیدوارم که خسته نشده باشید و السلام علیکم و رحمت الله.